اونطور که شما از پیش میدانید و تا جای استادم توضیح دادن، نهاد تعلیم تربیه یکی از مهمترین و بنیادی ترین نهادهای اجتماعی در جهان معاصره. از عصر روشنگری به بعد که آموزش پرورش تبدیل بشه به یک نهاد رسمی، آهسته آهسته تبدیل میشه به یکی از تأثیرگذارترین و تعیین کننده ترین نهاد که پرورش انسان آینده را در یک جامعه در دست داره. به این لحاظ من تعجب میکنم که چطور توجه کافی به این نشده. خب به هر صورت حالا سر وقته میشه که این بحثا را کرد. وزارت معارف هم اینطوری که اینا گفتن که تلاشایی را برای اصلاح سیستم آموزش روی دست گرفتن که به نظر من یک امر مبارکه و ایران باید اضافه کنم که باید ما به عنوان انسان‌هایی که در این سرزمین زندگی میکنیم، به عنوان مکتب خوانده های این کشور احساس مسئولیت کنیم و توجهمان رو بگیریم که اونجا چی اتفاقی میفته. اصلاح آموزش یعنی چی کارهای قرار است بشود، چه کارهایی دارد انجام میشود و ما به چه سمت روانیم. به این دلیل که آموزش پرورش خواهی نخواهی آینده ما را شکل میده. حساسیت در برابر این نهاد حساسیت در برابر آینده است. اگر ما با یک نقشه راه روشن، با یک آرمان شهر نگاه میکنیم به این سیستم، به این معناست که ما برای آینده من برنامه داریم. خب به هر صورت کارکرد نظام تعلیم تربیه در هر کشوری دو سویه داره، یعنی دو بعد داره. یک بعد آشکاره که جامعه شناسان او را تحت عنوان کارکرد آشکار توضیح میدن. بعد دیگه بعد پنهان یا غیر اعلام شده است که این را زیر عنوان کارکرد پنهانی سیستم توضیح میدن. چیزی که ما میخوایم به او بپردازیم همین نیمه دیگره، کارکرد پنهانی نهاد تعلیم تربیه. کارکرد آشکار شما میدونین که اون چیزهایی که اعلام میشه، نوشته میشه در اهداف سازمانی، باسواد کردن نسل آینده جامعه، باز تولید ارزش های فرهنگی و اجتماعی موجود و از این قبیل چیزها. اما کارکرد اون سیستم به این خلاصه نمیشه. ما در بحثی که اینجا قرار است در رابطه با آموزش پرورش انتقادی صحبت بکنیم، تلاش میکنیم که اون ابعاد سیستم تعلیم تربیه که کمتر در موردش صحبت میشه و یا صحبتی نمیشه به اون بپردازیم. جامعه شناسی آموزش پرورش کارش تحقیق در رابطه با همین کارکرد دو پهلو و یا دوگانه است. از یک سمت تأثیر جامعه بر تعلیم تربیه را مطالعه میکنه. این که تعلیم تربیه به عنوان یک سیستم اجتماعی چقدر از فرهنگ، مناسبات، رفتارها و تمام شؤوناتی که در متن جامعه وجود داره تأثیر میگیره و متقابلا این تأثیر را گرفته را دوباره چگونه بازتاب میده در متن جامعه. یعنی چیزهایی را که شما در معارف دارین اینها از متن همین جامعه فرهنگ گرفته میشه، اما دوباره پس اینها به یک شیوه دیگه پس داده میشه، از اون نسل میگیرن به نسل دیگه تحویل میدن. به این لحاظ یکی از مهمترین کارکرد آن باز تولید اجتماعی جامعه و یا به تعبیر دیگر همون اجتماعی کردنه. کودکانی که تازه متولد میشن،
تازه آماده پذیرفته شدن در جامعه میشه، نهاد آموزش پرورش اینها را کوشش میکنه که مطابق به انتظارات جامعه اینها را دوباره آماده حضور در جامعه کنه. خب از دقیقاً از قرن 19 که جامعه شناسان متوجه این روند میشوند که آره نهادی وجود داره و این نهاد پرورش نسل بعدی رو به عهده داره و کوشش میکنن که این نهاد کارکردهای آن را توضیح بدن. یکی از جامعه شناسانی که در اول به این توجه کرد ایمیل دورکمه. ایمیل دورکم در بحث در رابطه به تقسیم کار اجتماعی که داره، یکی از نهادها آموزش پرورش رو در نظر میگیره که آموزش پرورش هم در اروپای اون زمان تبدیل شده بود به یک نهاد تخصصی. شما میدونید که از قرن 19 که آموزش رسمی دولتی به معنای مدرن کلمه شکل میگیره. پیش از او آموزش های غیر رسمی از طریق کلیساها و خانه ها، نهادهای کوچکتر محلی شکل می گرفت، انجام می شد آموزش. اما از قرن 19 خصوصا از نیمه قرن 19 که دولت های اروپایی آموزش پرورش انحصاری میکنن. وظیفه دولته، کار دولت برنامه ریزی میکنه، دولت تصمیم میگیره که چی چیزی در اونجا آموزانده شود، چی چیزی خوانده شود، چی چیزی نشود. بحث مهم به نظر ما هم اینه که ما در تاریخ آموزش پرورش، در تاریخ جامعه شناسی آموزش پرورش نگاه میکنیم، اینه که دولت ها تصمیم گرفتن چی چیزی آموزش داده نشود. و تاکید جامعه شناسی انتقادی در این زمینه هم همینه، چی چیزهایی مانده و یعنی در واقع یک نوع کاوش در کار دولت هاست که یک نوع شک و تردید در کارهای این هاست که جامعه شناسی میخواد به تاکید بر این کار تکمیل کنه. گاهی ممکنه دولت ها به لحاظ تمایل ایدئولوژیک دست به این کار بزنه، گاهی هم ممکنه غیر ایدئولوژیک یا بخشی از نارسایی کار باشه. به این لحاظ نقادی در آموزش پرورش، تعلیم تربیه اهمیتش در اینه که تعیین میکنه که ما متوجه میکنه که در اونجا چی میگذره، ما چی داریم میآموزیم، چی را نمیآموزیم و چی چیز را باید بیاموزیم که در اونجا نمیآموزیم. به این لحاظ در این مورد اون پرسش های پاولو فریره، فیلسوف و جامعه شناس برزیلی مهمه که او چند پرسش مهمی میپرسد، این که چرا آموزش برای چی؟ آموزش توسط کی؟ برای چی؟ در کجا؟ چگونه؟ پاسخ به این پرسش ها ما را به بنیادی ترین مسائل در رابطه با آموزش پرورش آشنا میکنه. این که ما فلسفه و سیاست نهفته در تعلیم تربیه را اونجا درک میکنیم و ما را بر ریشه ها میرسانه. جامعه شناسان زیادی به این توجه کردن، ولی من هم به مهمترین از اونا اشاره کنم. آنتونیو گرامشی، فیلسوف ایتالیایی، یک مفهومی کانونی داره که در مباحث او در رابطه به تعلیم تربیه هم به کار رفته، مفهوم هژمونی. آنتونیو گرامشی با این مفهوم میخواد توضیح بده که چگونه آموزش و پرورش روابط طبقاتی را در جامعه شکل میده. به این وسیله ایشان میگه که هژمونی در واقع همون سلطه نرم طبقه بر طبقه دیگره. این سلطه نرم از راه جامعه مدنی اتفاق میفته. جامعه مدنیه که در وسط دو طبقه فعال و هژمونی طبقه بر طبقه دیگری اعمال میکنه. به این لحاظ آموزش و پرورش به عنوان
عرصه عمل هژمونی به نفع طبقه حاکم عمل میکنه. به این لحاظ در اینجا برنامه ریزی میشه، در اینجا تصمیم میگرفته میشه، اینجا علم تعریف میشه، در اینجا تعیین میشه که شما چی چیزی را باید بیاموزید، چی چیزی را نیاموزید. فرد بعدی که به نحو از این نظر گرامشی تأثیر گرفته لوی آلتوسره. آلتوسر یک جزوه‌ای داره که بعداً در کتاب‌های دیگه به کتاب مستقل هم چاپ شده به عنوان ایدئولوژی و سازوکار ایدئولوژیک دولت. آلتوسر میگه که دولت دو چهره داره. یک چهره خشن دولته که ابزارهای خود را داره و این ابزارها عبارت از پلیس، ارتش، امنیت و دیگر دستگاه هاست که به شکل قهری سلطه دولت را بر مردم تحمیل میکنه. اما در کنار اون یک دستگاه های به صورت نرم این کار میده بدون خشونت. یکی از اون دستگاه ها تعلیم تربیه است، در کنار رسانه و مثلا جامعه مدنی. اینها تعلیم تربیه چیکار میکنه؟ تعلیم تربیه رضایت مردم را برای اعمال قدرت فراهم میکنه. به این لحاظ از نظر آلتوسر هم تعلیم تربیه یک ابزار ایدئولوژیکه در دست دولت ها. فرق نظر گرامشی و آلتوسر در اینه که آلتوسر به جای طبقه حاکم دولت رو میگذاره به عنوان نماینده طبقه حاکم. اون میگه که شما در اروپای مدرن یا در جامعه مدرن شما ندیدین که مثلا یک طبقه بر طبقه دیگر به صورت مستقیم حکومت کنه. این امکان نداره. اینها نماینده دارن، این نماینده دولته. دولته که با برنامه ریزی، با خشونت، با رضایت، با هر وسیله ممکن کوشش میکنه که سلطه را بر مردم تداوم بده. بعد در کنار اینها مکتب انتقادی، مکتب فرانکفورت هم تأثیر زیادی گذاشت بر شکل گیری یک نوع تفکر انتقادی که البته در مکتب فرانکفورت اونها به صورت عام به توضیح روابط سلطه می‌پرداختند. این که در زمانه پس از روشنگری چگونه توتالیتاریسم و سلطه دولت‌های توتالیتر تولید میشه و اینها چگونه کار میکنه. اونها یک فلسفه انتقادی رو با وجود آورد که ترکیبی از مارکسیسم، تفکر نیچه و فرویده. این دستگاه مفهومی و این نظریه انتقادی کارشان این بود که توضیح بده که توتالیتاریسم، فاشیسم و دیگر اقتدارگرایی‌های قرن بیستم چگونه از متن جامعه مدرن، چگونه از روشنگری نشأت گرفت. به نظر اونا نه این که اونها روشنگری را نفی کنه، بلکه میخواه با یک تحلیل عمیق از روشنگری سازوکارهایی را تشخیص بدن که این سازوکارها به اون فاجعه انجامید، به هولوکاست انجامید، به فاشیسم انجامید، به یهود ستیزی و اون کوره های آدمسوزی. به این لحاظ این تاثیرگذاری روی نهاد آموزش پروریش هم افتاد که کسانی که بعد از اینها آمدن اون مدل تحلیلی را آوردن در یک نقطه مشخص که او تعلیم تربیه در اینجا به کار بردن. برجسته ترین آدمی که این تحلیل را به کار میبره پائولو فریره است. من پیشتر به او اشاره کردم که چند پرسش اساسی را مطرح میکنه در رابطه به تعلیم تربیه. مسئله پائولو فریره همین نقادی،
ذهنیت نقاد و انسان روشنیه که چگونه میتونه در برابر حجمی وسیعی از پروپاگانداهای ایدئولوژیک بتونه قامت راست کنه و بتونه در برابر اینها مقاومت کنه، یعنی بتونه انسانیت خود را دوباره پس به دست بیاره. مشهورترین کتاب پائولو فریره همون آموزش ستمدیدگان است که تجربه کار فکری و عملی و به عنوان یک معلم در برزیل. این فریره کوشش میکنه که توضیح بده که چگونه فرایندهای اجتماعی به جایی می انجامه که آموزش بخشی از سرکوب باشه، نه رهایی. نظریه او در باب آموزش رهایی بخش از مقاومت در برابر همین آموزش ایدئولوژیک. آموزش ایدئولوژیک چیست؟ هم فریره هم فیلسوفان دیگری مثل هنری ژیرو و اینها که منتقد آموزش پرورش ایدئولوژیک است، میگن که این آموزش بیشتر بر تولید و توزیع شبه علم سیدو ساینس کار میکنه تا علم. چرا اینطوره؟ به خاطر که در اینجا دستگاه حاکم و مسلط به نام دولت علم را با مصالح دولتی در می‌آمیزد. شما چیزی به نام علم رادیکال ندارین. علم از یک غربال میگذره. در اونجا مصلحت به نام دولت، دستگاه به نام دولت تصمیم میگیره که چی چیزی برای جامعه به مصلحت، چی چیزی نیست. به این لحاظ نوع جدید دیدگاهی در تحلیل آموزش پرورش به میان آمد که به نام تحلیل انتقادیت میشه و کار اینا افشا کردن سازوکار ایدئولوژیک در علمه. در اینجا ممکنه شما بپرسین که خب اون علم راستین، اون علم غیر ایدئولوژیک چیست؟ چگونه اینا را تفکیک کرده از هم؟ پرسش درستیه به نظر من. بر نظر فریره در اینجا علم رهایی بخش چند خصیصه داره. خصیصه اولی علم رهایی بخش همون انسجام و منطق درونی خود علمه، یعنی استدلالی بودن اون. شما چیزی را از جای فراگیر میکنین، فرض شما در یک صنفین، در یک کلاسین، معلم چیزی به شما میگه به عنوان علم، این تحویل شما میده. شما نیاز به یک سنجیده ای دارین، نیاز به یک معیاری دارین تا این رو بسنجین. آنچه معلم میگه علم نیست. علم یک سری معیارهایی داره که او را با اون معیارها باید سنجید. به این لحاظ این تاکید میکنه که انسجام درونی و استدلالی بودن علم باید معیار باشه برای شناخت علم از غیر علم. معیاری در همتنیدگی علم با جهانه، با زیست جهان. چرا زیست جهان مهمه؟ به خاطر که علم فی نفسه ممکنه معنایی نداشته باشد. علم در جهان معنا پیدا میکنه و علم در پیوند عمیق با زندگی انسان هاست. ما میخواییم از این فرضیه به این سمت بریم که ما توضیح بدیم که چرا علم موجود، چرا این دستگاهی به نام تعلیم تربیه مشکلات زندگی واقعی ما را توضیح نمیده. ما از این منظر علم انتقادی وارد میشیم به این دلیل که
ما بفهمیم که علم و شبه علم، علم و جادو و علم و دیگر صورت‌هایی که ممکنه علم به اون چهره وارد شوه، وارد مغز ما شوه، این رو باید بفهمیم. یعنی درک انتقادی از معرفت و علم. به این لحاظ ما دو گونه ادراک داریم و این دو گونه ادراک ما را راهنمایی میکنه، ما را پیش میبره. ادراک اول، ادراک ایدئولوژیک یا ادراک ایدئولوژی، در کنار این که انسجام و اون نظام منطقی علمی را نداره، در کنار اون پیوند با جهان هستی ما هم نداره. اون علمی جادویی فهمی ما را جادویی میکنه و ما را از توضیح و تبیین محیطی که اجتماع و اون محیط اجتماعی سیاسی ما را بیگانه میکنه. ما نمیتونیم توضیح بدیم که در چی وضعیتی قرار داریم، چی میکنیم و مشکلاتمون از کجا میاد، راه حل این مشکلات چیست، چی باید کرد. وضعیتی که دقیقاً ما امروز قرار داریم. بر خلاف این ادراک انتقادی از علم، در کنار این که استدلالی و مستدله و غیر از بیرون از علم مرجعیت ندارد، مرجعیتش از خودش است، پیوند با زیست جهان ما داره، مشکلات ما را تبیین و توضیح میکنه، راه حل برای ما نشان میده و اینطوره که ما را در حل مسائل روزمره ما کمک میکنه. به این لحاظ ما مییم روی نظام پرورشی خودمون، تعلیم تربیه خودمون، اینکه با این پیشفرض بیم توضیح بدیم که اینجا چی میگذره. خب با این پیشفرض ما این پرسش داریم که چگونه تا چه اندازه نصاب تعلیمی ما اون علمی رهایی بخش و آزادی بخشه که ما را قراره به آرمان شهری مطلوب با اون وضعیت ایدئال برسانه. من وقت کم دارم، کوشش میکنم که اینا رو به شکل نکته خدمت شما عرض کنم. من از این منظر نصاب تعلیمی افغانستان در وضعیت امروز را نسبت با گذشته نمیخوایم مقایسه کنم، چون این واضحه برای هر کس که نسبت به دوره مجاهدین و دوره طالبان یک نظام پیشرفته تر است سیستم تعلیم تربیه ما، هم به لحاظ محتوا، هم به لحاظ کارکرد، هم به لحاظ ابزارهای تفهیمی که دارد. اما مقایسه ما با وضعیت ایدئال بیشتر، به این لحاظ از این روی کرده که ما میتونیم این سیستم را نقد کنیم. نظام تعلیمی ما بیشتر دینخوست، دینی است، به این دلیل که ما بیشتر محتوایی که حالا فعلا داریم اینها را آموزش میدیم از دینیه. ما طبق استانداردهای بین المللی، استاندارد سازمان ملل متحد، آموزش دینی در سیستم های رسمی تعلیم تربیه نباید بیشتر از 5% باشد، در حالی که طبق محاسبه ما در دوره ابتدایی ما در حدود 30% محتوای تعلیمی ما دین تشکیل میده، در دوره متوسطه 20%، در دوره لیسه هم 15% میشن. وقتی که شما این حجم زیادی از محتوای آموزش که قرار باشه شما علم را در یک کلیت بیاموزید، شما به دین اختصاص میدین، یعنی شما به خیلی چیزهای دیگر میمانین. شما نمیتونین که استاندارد جهانی رو در اینجا تطبیق کنین. به این لحاظ این یک بعد مسئله است. بعد دیگه مسئله روی کرد آموزش دینه، یعنی این که ما دین را از چی منظری آموزش میدهیم، قرائت ما از دین چیه و این قرائت چگونه بازتاب پیدا میکنه در نصاب تعلیمی و او وارد جامعه میشه، از این نسل دیگر پرورش میده. و این روی کردی آموزش دینی متاسفانه دموکراتیک نیست، پلورالیسم دینی را تقویت نمیکنه چندانی. به این لحاظ شما میبینین که
تفاسیری که را میشه همون تفاسیریه که از قبل در این جامعه بوده. به این لحاظ خیلی کمک نمیکنه ما را به گذار از وضعیت مطلوب به وضعیت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. ما نیاز به یک دیگرگونی عمیق‌تر داریم که تا ما روی کردی رادیکالتر و آزادی بخشتری را در این زمینه اتخاذ کنیم و استانداردهای آموزش، محتوای آموزش را به استانداردهای جهانی برسانیم، هم به لحاظ روی کردی آموزش دید، هم به لحاظ حجم آن. ما گفتم که درصدیش بالاست. مسئله دیگه جنسیت خیلی مهمه. مثلا چی سیاست جنسیتی در نصاب تعلیمی ما دنبال میشه؟ ما چند جایی که دیدم، خواندم، هم نوشتار را هم تصاویری که در کتاب ها استفاده شده، متاسفانه که برابری جنسیتی را تضمین نمیکنه، تقویت نمیکنه. به این لحاظ مثلا در یک جایی در کتاب دری صنف اول نوشته شده که منصور از بازار صابون میخرد. توجه کنید، صدیقه با صابون کالا میشوید. شما در اینجا شما دقیقاً همون روابط جنسیتی حاکم در جامعه را شما میبینید که اینها دوباره پس تولید میشه، یک چرخه که اینها ادامه پیدا میکنه به نسل‌های دیگه. زنان نمیتونن از بازار برن صابون بخرن، مردا میتونن این کارو بخونن. مردا نمیتونن که لباس بشوین، این کار زنان باید. یک تقسیم کاری از پیش تعیین شده سنتی. ما تنها به این نمونه اکتفا نمیکنیم. در جاهای مثلا در مورد ورزش صحبت میکنه، در دری صنف دوم تصاویری که استفاده شده فقط مردانن که والیبال میکنن، فوتبال میکنن یا دیگر ورزش ها را انجام میدن. مگر زنان ورزش نمیکنن؟ در این شهرهای دیگر زنان ورزش میکنن. چرا این واقعیت را نصاب تعلیمی باز تاب نمیده؟ به این لحاظ به نظر از من قابل انتقاده که ایدئولوژی جنسیتی در نصاب تعلیمی ما تا هنوز محافظه‌کار است و یک ایده رادیکال و برابری طلبانه در رابطه به آینده ما نداره. به این لحاظ از چند منظر دیگه هم قابل انتقاد ما به خاطر این که وقت کمه نمیتونم به اینا بپردازم. به این لحاظ جمع‌بندی میکنم حرفای ما به این که ما نیاز به یک آموزش آینده‌نگر با محوریت خرد انتقادی داریم که تمام مناسبات اجتماعی ما که در قرار است در نصاب تعلیمی بازتاب پیدا کنه، اینها را به یک سنجش عقلانی بگذارد و آرمان شهر وضعیت مطلوب ما را در اونجا تعیین کند تا ما دیگر شاهد آموزش های ایدئولوژیک با اون صورتی که در گذشته بوده نباشیم. یعنی ما انسان ایدئال، ما انسان آزاد، خودمختار و ذهن‌های انتقادی و فعال باشد. تشکر.